سلام دوستان، من مها هستم از تیم تخصصی آرک فابا. شرکت فابا پویان آرک با نام تجاری آرک فابا در سال 1397 در تهران و با هدف ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تأسیس شد. فعالیت شرکت شامل تامین تجهیزات، نظم و راه‌اندازی سیستم‌های حفاظتی و نظارتی شبکه، ساخت دیتا سنتر، سرویس‌های شبکه پسیو و اکتیو، طراحی و بهینه‌سازی وبسایت، همچنین ارائه راهکارهای رایانش ابری برای شما مشتریان هستش که امروزه تیم تخصصی آرک فابا شامل مهندسین فنی، کلود و مارکتینگ که با همکاری سازمان‌های بزرگ تونستن بیشترین تأثیر رو در عملکرد سازمان‌ها داشته باشن و ما همواره تلاش می‌کنیم بهبود کیفیت رو برای شما مشتریان به ارمغان بیاریم با استفاده از دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا.